دوستان عزیز سوالاتتون رو بفرستید. بفرمایید نسترن خانم. با درود و سپاس فراوان، جانم، اجرتون با حق. دعای ممنونتون. من پشت سر شماست. دفعه پیشم گفتم برای 7 نسل آینده‌تونم کافیه. خدا کنه اینطور باشه. خیلی ممنونتونم. قربان شم. فداتون بشم. اه، حقیقت از عواملی که شما فرمودین، من خب به دلایلی که دفعه پیشم مطرح کردم دیگه نمیخوام تکرار کنم چون خیلی پیچیده است. نوروپدیه. من تحرکم و ورزشم کمه. از بیخوابی خوابم مناسب نیست. این 2 مورد رو دارم و 8 ساله که هیسترکتومی کردم، یعنی دیگه نه رحم نه تختان هیچی. و به دلایلی چند ماهیه که بیمه ندارم، نمیتونم به دکتر مراجعه کنم و دارو بگیرم تا 4 ماه آیندم همینه وضعیتم. من مشخصات کلسترولم رو برای شما، آزمایش خونم رو میگم. یه مدت آتورواستاتین 20 مصرف میکردم، یه مدت 10. بعد این داروی بعد چون خیلی ماهیچه درد و الانم همینطوره، دیدم که اصلا ربطی به قرص کلسترول نداره، چون قطعش هم که کردم هنوز از دچار درد ماهیچه و گرفتگی، مخصوصا موقع استراحت در رخت خواب، بیشتر این رو شدید توی رون پام و همچنین کشاله پشت پا شدید دارم این مسئله رو. یعنی دیگه متوجه شدم که ربطی به قرص کلسترول نداشته که عوض کرد برام. به هم آخرین باری که گرفتم همون فنو، شما بگین اسمشو، فنو، فینوفایبریت بهتون داد. بله، بله بله. 54 میلی گرم که البته اصلا به مصرفش نرسید. و الان من آزمایش خونم رو براتون میگم و من کاملا، یعنی دیگه روزهای 16 ساعته که قشنگ روتین زندگیم شده. گاهی موقع 20 ساعتم میشه. اصلا میشه گفت من غیر از گردو و تقریبا میشه گفت غیر از گردو و زیتونی که میخورم اصلا هیچ روغنی استفاده نمیکنم. بعد وزن خیلی آوردم پایین، همه چی رو براست. تمام مشکلات معده و روده و جذب و دفع و که وحشتناک مشکل داشتم همه رفت شد، پول کشید. ولی با روشی که شما و دکتر خوشبین رو با هم دیگه فالو کردم، تمام الان من هیچ نوع داروی شیمیایی مصرف نمی کنم. من الان آزمایشم رو میگم به شما. بفرمایید. البته اون موقع احتمالاً، مطمئن نیستم، احتمالاً داروی کلسترول رو مصرف میکردم. ویتامین دی هم از 14 به 54 رسیده، یعنی بعد از 6 سال ویتامین دی 50,000 هفته یک بار میخوردم. اوکی. از 14 رسیده به 54، 45 معذرت میخوام، 54 نه 40، به 45 رسیده، یعنی خیلی پیشرفت کردم. الان آزمایش توتالم 145. بعد HDL هم 56. تریگلیسیریدم 132. LDL هم 67. احتمالاً اون موقع دارو مصرف کرده باشم، مطمئن نیستم. این آخرین آزمایشیه که مربوط به برج 11-23. احتمالاً اون موقع دارو مصرف میکردم. حالا الان میخوام ببینم که من اگر بخوام به دکتر بگم که برام آزمایش خون، یعنی 4 ماه دیگه که دکتر رفتم، بله. بهم آزمایش خون بده، آیا همین 4 تا مورد رو مورد آزمایش قرار بده کفایت میکنه برای آزمایش جدید؟ و این دردای ماهیچه به خصوص توی رون پام مثل حالت خواب رفتگی قش میره، میدونید، نه اینکه درد بکنه، قش میره این توی جفت رونهای پام و کشاله پا شدیدن، یعنی یه موقعی خیلی بدجور
میگیره. سعی میکنم ورزش های صبحگاهیم رو حفظ بکنم، ولی این خیلی منظم نیست. بعضی روزا جا میفته حقیقتا، ولی ورزش خدایی میکنم. اوکی. پس سوال شما از من عزیز دلم اینه که اولا چه تست هایی رو از دکتر بگیرم این 4 ماه دیگه که میرم دکتر، و مجددا 2 سوال، یعنی جواب رو اگه لطف کنید کوتاه بدید. سن شما چقدره؟ 55 سالم. 55. و تشخیصی که به شما دادن، گفتید من نمیتونم ورزش کنم و غیره. بله، من اگه خاطرتون باشه دفعه پیشم براتون توضیح دادم یه مشکل نوروپدیه که هم رو بیناییم تاثیر گذاشته، هم نصف بدنم تینگلینگ و خواب رفته و به شدت دردآلوده و تعادل ندارم. این که همش فکر میکنم الان زمین میخورم، با واکر را میرم. ورزش ها و پیاده رویایی هم که میکنم با واکر میرم و انجام میدم. و سوپر فوتوفوبیام، بی اندازه به نور چشمام حساسه، یعنی بیناییم از اونی هم که هست کمتر میشه در معرض نور. شما در کجا هستید؟ تگزاس. در همین آستین؟ نه من در در آستین نیستم، در تگزاس هستم. اول فکر میکردن که هم تو ایران هم اینجا فکر میکردن که MS، ولی به این نتیجه رسیدن که نه، از MS بدتره، چون نمیدونن کی شروع شده، عاملش چی بوده، فقط میدونن اعصاب بینایی آسیب دیده و کل تمام. اگر هر مشکلی داشته باشم دیگه بهش توجه نمیکنم، میگن این تو پک نوروپدیته، در صورتی که من دیسک و سیاتیک هم داشتم. یه مقدار از دردام مال اونه، ولی یه مقدار از دردام مثلا استخون ترقوه چیه؟ مگه میشه کسی انقدر شدید درد بگیره؟ یا این نصفه صورت هم مثل سکته یا نامنسه. شما هیچ ژنتیک تستینگی دادید؟ نه. بچه ولی دارید؟ موردی نبوده. بله 2 دارم. اونا هیچ مشکلی دارن؟ نه. در خانواده کسی مثل شما بوده که مثلا واکر داشته یا بیناییش ایراد داشته یا غیره؟ نه. اوکی. و شما زیر هیچ ماده سمی جای قرار نگرفتید؟ فشار سنگین وحشتناکی به شما وارد نشده شده؟ نه، ولی فشار عصبی در مدت زیاد تحت فشار عصبی شدید بودم و اضطراب و استرس به خاطر موقعیتی که داشتم در ایران ناگزیر بوده. بله یعنی موقعیت خاصی داشتم. بله. پس واقعا ببینید شما خوشبختانه در مورد تستتون وقتی که میرید دکتر، بله عزیزی نوشتن یه چیزهایی رو، ببینید وقتی که میرید دکتر شما همین کلسترول معمولی رو از دکتر بخواید و بهش بگید که کامپلیت، یعنی این تستیه که فقط آزمایش کوست انجام میده، آزمایشگاه های دیگه انجام نمیدن. بگید من اون تست کامل کلسترول رو میخوام، تست کامل کلسترول که LP توشه، همون LPA که هفته پیش صحبتشو کردیم، همون LP همونی که من اصلا هفته پیش اگه نگاه کنید تو یوتیوب اصلا بحث هفته پیش همین بود، میتونید اونو نگاه کنید و این تست، یعنی این ببینید که چقدره. ولی خب من نمیدونم شما چرا دارید فینوفایبریت الان میخورید؟ نه نمیخورم من اصلا. نه فقط من یه دور دیگه عددا رو بگم. توتال 145. من میدونم هیچ موردی نداشتید، هیچ موردی شما اونجا نداشتید، یعنی کلسترول مشکل شما واقعا is the least of your problem. این مشکل شما نیست، میدونید؟ درسته. و من واقعا نمیدونم شما چرا من فکر میکنم، من خیلی عذر میخوام، ولی حدس من اینه، بی احترامی به پزشکان نباشه، حدس من اینه که فقط به خاطر این که من علتی داشته باشم که برم و بیام، یعنی من اینجوری شما به هیچ عنوان به نظر من بیماری قلبی در خانواده دارید؟ نه. نخورید.
شما دوای کلسترول نخورید، برای اینکه این ماهیچه های شما احتیاج به ساخت کلسترول داره. شما به اندازه کافی مشکل دارید، متوجهید، درسته. نمیخواید قوز بالا قوز ایجاد کنید. یه این گرفتگی ها و درد عضله توی رون و توی پاهامو چه کار میتونم؟ فقط فکر میکنید با ورزش حل میشه فکر میکنی برای یا؟ همین من خواستم ژنتیک تست. ببینید بله شما در امریکا بودید، زیر نظر پزشک بودید، کلی رفتید نیرولوژیست دیدید، شما بله چقدر متخصص دیدید، یه گروه زیر این قصه موندن. یعنی بله وقتی که میدیم سر MS هست یا نیست، یعنی من مطمئنم شما چندین نیرولوژیست دیدید که زیر این مسئله موندن. من طبیب خانواده از کجا اینو بفهمم؟ درست. علت اصلی هم که میخوام بگم ژنتیک، یعنی شما یه چیزی دارید که ما نمیتونیم بفهممون یه چیز چیه. توی عکس برداری هامون نشون نداده، توی خونی که از شما گرفتیم نشون نداده. برای همین من از شما ژنتیک شما رو میخوام. ببینید این خیلی مهمه. یک بیماری هست، این که میگید پاتون خواب میره، لطفاً یادداشت کنید اینو. این برای بقیه عزیزانم خوبه. این که میگید پاتون خواب میره، پاتون بی‌حسه، عصب چشمتون ایراد داره، یعنی سیستم اعصاب در عذابه، متوجهید؟ سیستم عصبی بدن. و وقتی این اعصاب و دردای وحشتناک سمت، یعنی خیلی خنده داره قشنگ، با یه خط صورتم رو نصف بکنید، نصف بینیم، چشمم، ته گلوم، گونم دردناک و در عین حال مثل، نمیتونم بگم بهتون چجوریه، قشنگ احساس میکنم طرف چپ صورتم با طرف راستم فرق داره، عین این سکته یا قش میره توش، حالت بله خواب بله. رفتگی همچین چیزی. تنها چیزی که میتونم بهتون بگم، من بارهام اینو گفتم عزیزان، هر کدومتون که در زندگی به بنبست سلامتی خوردید که دکتر نمیتونه بگه چی دارید، متوجهید؟ مثل شما الان شما نشستید و واقعا یک بنبست، خوشبختانه روزه ها خیلی به شما داره کمک میکنه و میدونم بله کمک میکنه، بله ولی روزه که نمیتونه رنگ موهای منو عوض کنه. رنگ موی من ژنتیکیه، متوجهید؟ من با هزار دویدن و سلامت و روزه گرفتن و کارهای خوب انجام دادن ژنتیکم رو نمیتونم تغییر بدم. این خیلی مهمه، اینو باید متوجه شید. برای همین یک بیماری، تمام سلسله اعصاب بدن ما احتیاج به ویتامین های بی داره. نسترن خانم، ما باید برم سوال بله بعدی، من جوابتون رو میدم. بله برای که عزیز دیگه هم هستن و اینم واقعا عزیزی نوشته بودن، این جلسه ویزیت شخصی نیست، قانون کلی برای کلسترولتون برید از پزشک تست کامل رو بگیرید. یه تستی هست به اسم کلیولند تست، یعنی یه تست کامل کلسترول که اگه به پزشک بگید من LPA لیدل A رو میخوام، اون تستی که اون باید بفرسته برای اون آزمایشگاه میره و همه چیزای دیگر رو میده. و سعی کنید اگر میخواید کاردیولوژیستی ببینید که این کار رو بکنه. بعضی از طبیب‌های خانواده توانش رو ندارم، مثل من دوست دارم این تست رو برای مریضان بدم ولی نمیتونم، ندارم تو دستگام توی اون تست هایی که باید بدم. کاردیولوژیستا بعضیاشون این کارو میکنن، یا لیپید سپشالیست متخصص کلسترول. واقعا خیلی از دکترها میرن توی این تخصص کلسترول و میتونن این تستا رو براتون بدن. در مورد مشکلات قش رفتن و بی‌حس شدن و انگار این مشکل رو دارید، توجه کنید به ویتامین های بی ویتامین. به هر علتی شما بدنتون نمیتونه ویتامین بی که میخورید این ویتامین بی رو مصرف کنه و باید، آخه ویتامین بی که ما میخوریم باید اکتیویت بشه، یعنی در بدن من باید فعال بشه و این فعال شدنشون به این میگن متیلیشن. یعنی من B6 میخورم، حالا این B6 فایده اونجوری برای من نداره تا اینکه من برم اینو فعالش کنم در بدن و اون فعال شدن اسمش هست متایل B complex، متایل B12 or متایل whatever.
و این متیلیشن بعضی ها جنتیکلی ندارن، متوجهید؟ ژنتیکه، تست داره اسمش از MTHFR Genetic Mutation. MTHFR میتونید برید توی گوگل بزنید ژنتیک دیسوردر های ویتامین های B که اولیش میاد MTHFR که این متیلیشن نداره و وقتی که من نتونم ویتامین های B رو اکتیو کنم خب مشکل پیدا میکنم، از جمله در اندوه و اضطراب و اغلب در خانواده ها هست، چون من برای ساخت مثلا سروتونین اون کوئنزایم من B6 و اگه B6 نداشته باشم و نتونم فعال کنم سروتونین نمیسازم. یا میرید این تست رو میدید یا اینکه میرید به فرم متایل بی کامپلکس رو میخورید، اون میرید اکتیو فرم B6 رو میخورید، اکتیو فرم B12 رو میخورید، اکتیو فرم B ویتامینا رو میخورید و این به شما میتونه کمک کنه، ولی مشکل شما خیلی فراتر از این هاست. برید عزیزانی که در امریکا هستید 23andMe رو بدید و وارد ژنتیک ریسرچش بشید و تمام علائم رو بدید و توی ژنتیک برید، هر جا که میتونید بزنید genetic clinical research, genetic testing, genetic بلا بلا بلا، تو ژنتیک برید. حالا عزیزی که شما در دالاس هستید، تو این منطقه هستید، شما MD اندرسن رو دارید، میتونید برید توی ژنتیک. و عزیزانی که در تگزاس هستید یه چیز بزرگی ما داریم، بیلر و بیلر سکات اند وایت که با بیلر که تو دلسه اینا جوینت کردن، یکی شدن، سیستر شدن، خانواده شدن، ازدواج کردن، دو تا چیز مختلف و اینها ژنتیک تستینگ مجانی میدن. اگر در 23andMe شما که اون تست خودتون باید بدید یک نوع آشکاناتسی باشه. آشکاناتسی این یهودیای اروپای شرق هستن. آشکاناتسی میبینید، اصلا بزنید توی یوتیوب وادیز آشکاناتسی. اینها ژنتیک های یعنی ژنتیک دیسوردرهایی دارن که به عقل جنم نمیرسه. هر جا که ما به بنبست میخوریم اینا رو میفرستیم برای ژنتیک تستینگ و اغلب اینا دارن که خیلی چیزای عجیب غریب توشونه که هنوزم ما نمیدونیم. یه چیز خیلی قشنگی هم که من دیدم اسمش هست diagnosis. این برای تمام عزیزانی که در امریکا هستن یا در اروپا هستن، حالا ایران نمیدونم میتونه این کار رو بکنه. یه خانم دکتری هستن در ییل یونیورسیتی، ایشون یک برنامه رو توی نتفلیکس گذاشتن، نگاه کنید، بسیار زیباست. موردی که هیچ کس نمیدونه چیه، دکترهای مختلف رو دیدن، اورژانس رفتن، همه موندن که ما چی کار کنیم. این رو برای ایشون میفرستن و ایشون کیس رو میذارن توی اون سایتی که زیر اون روزنامه بزرگ نیویورک تایمزه و تمام دنیا پزشکاش، پی اچ دیاش، جنسیسش، اونایی که تو ژنتیک هستن، اونایی که اصلا توی دامپزشکا حتی باورتون نمیشه آدمای معمولی نظریاتشون رو میدن که میگن این مورد میتونه این باشه یا این مورد میتونه این باشه و بعد اون تست ها رو میدن و انقدر این برنامه زیباست. من واقعا اولین باری که نگاه کردم با اشک شوق میریختم، اشک شوق که ما اینقدر در این دنیامون ظلم و جدال و جنگ داریم و حالا یه پزشک اینطور اینو گذاشته و بیمار بیچاره رو میذاره، یعنی بیمار خودش 2 دقیقه حرف میزنه میگه اسم من اینه، مشکل من اینه. و حالا شما برید نتفلیکس دیاگنوستس یعنی تشخیص، موردهایی که کسی تشخیص نتونسته بده و تو اینا تشخیص رو دادن، یعنی اصلا اشک میریزه و اغلب این موردها همه ژنتیک بوده. یعنی مثلا این مورد اولش که یه دختر جوونی بود و بالاخره ایتالیایی، دانشجوی پزشکی سال 4 ایتالیا که توی قسمت پیدیاتریک کار میکرد، اطفال و دستگاه‌های ژنتیکی داشتن، چون این خانم طول کشید 22 ساله بود و امریکا از زیر دستش در رفت
یعنی تست ژنتیک کسی بهش نداده اینجا و این خیلی بده. تو نباید این همه بری بدون که کسی تستت کنه و اونا تست کردن و ژنتیک دیسوردرش معلوم شد و خیلی هم چیز راحتی بود. همین مشکلات ماهیچه داشت و CK میرفت بالا. خیلی قشنگ. حالا نگاه کنید، امیدوارم انگلیسیتون خوب باشه که بفهمید چون خیلی تکنیکیه، ولی به هر صورت تنها درمان این خانم یه چیز بود، اینی که این طور همش اورژانس بود و میافتاد و ادرارش پر از خون بود و این آنزیم های ماهیچه‌اش تا 20,000 200,000 300,000 میرفت، با زیر مثلا 200 باشه. یعنی چی میگن آسیب های ماهیچه‌ایش اینقدر بالا بود، فقط باید چربی میخورد، از قند نمیتونست استفاده کنه به عنوان یک نوع منبع انرژی و این ژنتیک دیسوردرش بود و درمانش فقط این بود که شکر نخوره، کربوهیدرات نخوره، چربی بخوره، آووکادو بخوره، گردو بخوره، نمیدونم ماهی بخوره، اصلا کارب مصرف نکنه، برای اینکه قند رو بدنش ژنتیکلی نمیتونست مصرف کنه و کاملا درمان شد. برای همین نصیحت من به شما اینه که برید توی ژنتیک ریسرچ. امید خان، امید چه اسم قشنگی، اگه دستشون رو باز کنید آقای قدسیان. ببخشید پرحرفی هم شد، من هم سعی میکنم کوتاه صحبت کنم هم شما کوتاه صحبت کنید. بفرمایید آقای قدسیان، باز کنید دستشون رو. من براشون پیغام فرستادم، باز نمیکنه. برید دست بعدی، خانم رویا خانم، تا خودشون دستاشون رو باز کنن. ما یک عالمه دست داریم. بفرمایید. الو، الله مبارک، خسته جانم. نباشید مینو خانم. خواهش من یه سوال داشتم البته من الان تازه باز کردم، دیدم شما در مورد ویتامین B6 صحبت میکردین، چون منم ویتامین B6 و B12 هم پایینه و میخورم و شما یه موردی گفتین در مورد اینکه باید اکتیوش رو بخوریم، من متوجه نشدم. یعنی بله شما اول به ژنتیک تستشو بدید، خواهش میکنم. MTHFR این هر جایی در امریکا هستید؟ نه خیلی کانادا. اوکی. متاسفانه باید شما دکتری رو پیدا کنید که اصلا تو این بازی ها باشه. بعضی از دکترها تو ژنتیک نیستن هنوز، یعنی فرصت و وقتش رو ندارن. این ناتروپاتیک دکترها NP اگر میتونید یا برید به دکترتون بگید MTHFR، یا اینکه اگر اصلا هیچ دکتری رو حریف نمیشید، مخصوصا در کشور کانادا که سوشالایزد مدیسن دارید، شما نوع فعال این ویتامین ها رو بخورید. دیگه آب پاکی رو دستتون برسید، یعنی همه چیز باید متایل باشه. برید تو گوگل بزنید متایل B6، اسمش از P5P که من تو بحث اضطراب اندوه چقدر پیشنهاد دادم که عزیزانی که اینو دارید همین نوع فعال رو بخورید که P5P خیلی هم ارزونه. اوکی. پس این یعنی دیگه به اسم B6 نیست، P5P رو باید بگید. بله، اکتیو فرم. باید برید بزنید اکتیو فرم of B vitamins، اکتیو فرم. و اگر آب پاکی رو دستتون بریزن و این ژنتیک رو به شما بدن، نه تنها خودتون خلاص میشید، یک قومی خلاص میشه، بچه هاتون، کازیناتون، برای که این مشکل ژنتیکی خیلی زیاده. در 40% جامعه اینو دارن و این بی ویتامین ها اصلا ویتامین های میدونید کوانزایمن، یعنی اینها جزو ساخت مواد بدنن. هم در جگر اینها برای سمزدایی لازمن، هم در مغز اینها لازمن، در تمام سلول ها اینها لازمن. و متاسفانه وای به حال بدنی که نتونه از بی ویتامین استفاده کنه. و خیلی از این عزیزانی که B12 رو آمپولش رو میزدن که لازم هم نیست بزنن، خیلی هاشون میتونن همین مشکل رو داشته باشن که برای همینقدر حالشون خوب میشد. من یادم بچه که بودیم همه میگفتیم اینها چی میگن پلاسیبوز، یعنی اینکه خیال میکنن، همه خیال میکنن. خیلی وقتا خیال نیست، واقعا یه ایرادی داریم، ولی خوشبختانه دنیای پزشکی داره به سمت ژنتیک میره و این ژنتیک خیلی مهمه، چون همه ما اینا رو داریم و بعضی وقتا جهش های ژنتیکی داریم، یعنی ما ژنتیکمون
از پدر مادر درست بوده و هر علتی جهش ژنتیکی کردیم که مثلا این breast cancer type 1 یا breast cancer type 2 این یه جهش ژنتیکیه که وقتی این اتفاق بیفته ریسک سرطان سینه به شدت بالا میره که میرن سینه هاشون رو بر میدارن و این یکی از تست هایی که این 23andMe داره. یکی از بهترین هدیه هایی که میتونید به هم دیگه بدید همین تست ژنتیکی 23andMe، ژنتیک و انسستری شو که کانادا داره، امریکا داره. روز پدر، روز مادر اغلب اینها میشه نصف قیمت، یعنی یکی بگید یکی نصف قیمت، مدام تو حراج میره و این خیلی کمک میکنه. بعدم اگر شما موقعی که ساین اپ میکنید اسمتون رو، یعنی باید برید رجیستر کنید 23andMe رو توی تلفنتون، باید اپش رو دانلود کنید، اسامیتون رو بذارید، بعد میگن میخوای توی ژنتیک ریسرچ باشی یا نه، که من خودم اون رو انتخاب کردم. البته وقت ندارم برم جوابای ژنتیکیشون رو بدم، ولی این is the poor man's genetic چه میگن تست، ژنتیک تست. بعدم علاقه دکتره، من بارها خودم مریض همو برای ژنتیک تست فرستادم چون دوست دارم ببینم چه مشکلی دارن. امید خان دستش اینی چیز دیگه ای روی ببخشید جان. یه سوال دیگه. من چون کانکاشن داشتم، یعنی افتادم سرم ضربه خورد، به من توصیه برای برین مثلا یه مقدار برین اینجوری داشتم، به من گفتم B6 بخورم. پس اگه به جای B6 همون P5P رو بگیرم کار میکنه، درسته؟ بله، اصلا ویتامین های بی برای همه ما خوبه. درسته، برای چون من این مشکل رو داشتم، یعنی کانکاشن داشتم و هنوز درست نشدم بعد از 4-5 ماه. یه ویتامینی میخواستم که همین کمکم کنه، که چون یه مقدار مموریمو از دست دادم و مشکل دارم. این ویتامین، پس این P5P رو میگم. و دیگه شما چه توصیه دارین؟ ببینید برای به این میگن تروماتیک برین اینجری، البته ربطی به برنامه ما نداره، ضربات بله مغزیمون، میدونم. ولی میتونم، من واقعا بحث مغز رو دارم میارم برای اینکه خیلی درد و مرض تو این دنیا زیاده. من بیشتر دوست دارم که بیشتر بحثای ما اینجا مثل یه کلاس درسه، تا این بحثای کوتاه 10-15 دقیقه‌ای که در مورد ویتامین دی و کلسترول من چی بخورم چی نخورم. بیشتر من تدریسی کارم، واقعا یه بحث دیگه است. مغز رو میارم ولی خیلی ساده براتون بگم. ببینید ویتامین های B12 B6 تمام ویتامین های B، تمام ویتامین های B، اینها کارشون، اینها کوانزایمن، یعنی اینها در ساختن نیروترانسمیترهای مغز دخیلن که خیلی مهمه. مثلا استیل کلین چقدر موثره برای بیماری های زوال عقل. ولی این که شما برای تروماتیک برین اینجری، یعنی ضربه مغزی، ویتامین های بی رو مصرف کنید خوبه، ولی کافی نیست، کافی نیست. شما باید مقادیر بالای اومگا 3 اومگا 3، شما چربی برای مغزتون لازم داره. مغز چربی است، مغز چربیه، 70% آب، بقیهش چربیه. شما از پزشکتون داروی اومگا 3 دارو بخواید که مقادیر خیلی بالا، مقادیر خیلی بالا میاره. یک چیز دیگه هم که من اجازه بدید شیر سکرین کنم، البته خیلی بحث تو بحثم داره میره، منم این توانایی نگفتن رو واقعا ندارم به دوستام عزیزانم. یه چیزی هست به اسم نوریا. من اگه اجازه بدید که برم این رو بیارم، نوریا، یا برام بیارن. این برای کسایی که دارن زوال عقل پیدا میکنن و از این حرفا خیلی براشون خوبه. من رو شما عزیزان میبینید نه؟ بذارید اینو ببندم، صفحه رو بزرگ کنم. شما میتونید این رو بگیرید یا از امریکا سفارش بدید. اوکی، پس من رویا جان دیگه شما رو هم بستیم، من اینو فقط به شما نشون میدم. یه نوع ساپلمنته که این خیلی برای حافظه خوبه. دو چیز مختلف توش هست، فاسفات تیلسترین
ببینید عکس مغزم، نوریوا، ببینید عکس مغزم روشه، میبینید نوریوا. اینو کاسکوها دارن. این خیلی برای اونایی که عزیزانی که آسیب مغزی دیدید. و اومگا 3 بهترین نوعش رو بگیرید دیگه. از پزشک پرسکریپشن بخواید، قرصشو بگید برای مغز. اصلا تحقیق کنید، برید بزنید چه چیزهایی رو بخورم برای، اسم این هست TBI، کد شما TBI، Traumatic Brain Injury، TBI، و اونی که بهتون خیلی پیشنهادات رو میده. خلاص بگذارید. دست بعدی امید خان، دستشون بازه. بفرمایید دوست عزیزم. با تشکر. خیلی خوشحالم جانم. که صدای شما رو میشنوم و برنامه شما آشنا شدم. اطاله وقت نمی کنم، یه شرح حال کوچیکی از خودم میدم و دیگه سوالا من فکر کنم مشخص. من بفرمایید. 3 سال رژیم کیتو دارم. بله. کربوهیدرات اصلا مصرف نمی کنم. هر روز به طور متوسط روزی 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم ورزش میکنم. به به. روزی 10,000 قدم هم پیاده روی. به به. حالا میخوام پروفیل اونیمو به شما بگم که این بگید. به این شکل هست. چند تریگلیسیرید من سالتونه؟ الان هست. چند سالتونه؟ 55. کجا هستید؟ تهران. به به. اینقدر عزیزانی که در ایران هستن به جان و روانشون اهمیت میدن. زنده باشید. بفرمایید. سلامت باشید. تریگلیسیرید من 70. به به. A1C 5. به به. اما موضوع اینجاست و کلسترول من 300. توتال؟ حالا بله. LDL من 200 اما HDL من 80. اوکی. ولی اصلا کمکاری تیروئید دارم و روزی تقریبا هفته 10 تا لوتراکسین میخورم. چه دوسی میخورید؟ 1، یعنی تقریبا هفته 1 گرم مصرف. اوکی. شما برید در ایران، این خیلی مهمه و این یکی از بحث‌هایی بود که وای بر من که به اونجا نرسیدم. ببینید بله. خب سوال بعدی چیه؟ همین میخواستم بپرسم که به نظر من خودم احساس نمیکنم، یعنی مثلا من سربالایی میدوام، به راحتی ورزش میکنم، اصلا هیچ مشکلی. آیا به نظر شما من باید واستاتین مصرف کنم یا آمپولی که صحبتش بود به نام رپتا شما اینو واقعا باید مصرف کنم؟ چند وقته که لیووتایراکسین میخورید؟ تیرویدتون کی شروع شد؟ 15 سال پیش. خانوادگیه؟ یعنی 35 سالگی؟ نه و جالب این که من فشار خونم هم که همیشه میگیرم یه چیز هلوش 11-12 است و اون و سیستیک دیاستول فکر کنم حدود 8. چی شد که شما اینقدر سالم شدید؟ به خاطر اینکه من 120 کیلو وزنم بود، بعد کمرم درد می‌کرد. یک روز آقای دکتری رفتم پیشش و ایشون به من گفتش که گفتم که دکتر کمرم درد می‌کنه. گفت این وزن رو کم کن، برو سراغ ورزش، خودش درست میشه. من ظرف 1 سال نزدیک به 40 کیلو وزنم رو کم کردم و الان 3 سال روی 80 کیلو موندم و انقدر حالم خوبه که حد نداره و کمر دردم هم رفت دنبال ماجرای خودش. و اینجا متوجه شدم و از اون موقع خیلی به مسائل ورزشی و پزشکی علاقه‌مند شدم. دکتر مثلا از دکتر آز شروع کردم، از امثال هم تو یوتیوب پیگیر شدم و پیگیر این مسئله خیلی علاقه‌مند شدم. اینکه با شما آشنا شدم که دیگه به اوج رسید. قربونتون برم. واقعا مریض های یعنی آدمایی مثل شما ها ما رو به زندگی امیدوار میکنه، مخصوصا به عنوان پزشک. زنده باشید. واقعا اصلا قلب من شاد شد. یعنی شما زندگیتون رو از این رو به اون رو کردید با این کارهاتون. یعنی خانم دکتر من به شما بگم مثلا من هفته 2 بار 3 بار میرم این برنامه میدونم صبح چند ساعت، فقط تنها چیزی که هدفونم تو گوشمه هی برنامه‌های شما رو هی از اول مرور کنم و تقریبا میشه دارم حفظ میشم. الهی خیلی شما واقعا به عنوان یه انسان به خدا میگم باعث سرفرازی ما هستید، برای که این تغییرات خیلی سخته. بیش از 10 تامون 9 تامون هم این کارا رو نمی‌کنیم، ولی اینطور شما به جان گرفتید و خیلی باعث واقعا امیدواری منه.
برگردیم سر خشم. کلسترولتون. ببینید در خانواده مشکل دارید؟ مشکل کلسترول یعنی قلب. من نه من تا حالا کسی نداشتم، نه مشکل قلب داشتم. پدر منم از آلزایمر فوت کرد. من فقط تنها چیزی که به ذهنم هست از برنامه‌های شما گرفتم اینه که من توی استیت چربی سوزی ام و شما بله. یه روز گفتین که وقتی که یه سری مواد غذایی ما میخوریم که بده و چربی ها نمیدونن، کبد نمیدونن چیه، اینو میذاره توی چربی ها و من بله. فکر میکنم چون من حالت کیتو دارم و داره چربی سوزی اتفاق میفته، شاید اونه که باعث شده کلسترول نه من اصلا. ظاهرا بالا رفته، در حالی که اصلا. تریگلیسیرید من 70. بله. ببینید این مشکلی که یعنی این مسئله‌ای که برای شما اتفاق افتاده تقریبا برای تمام کسایی که روزه های 16 ساعته میگیرن وارد کی، چقدر این مهمه، چقدر خوشحالم شما اینو مطرح کردید، برای که چقدر آدم ها هستن که قطع میکنن روزه هاشون رو، قطع میکنن کیتو رو، قطع میکنن این برنامه رو، برای که کلسترول LDL رفت بالا. حالا همه از ترس قلب و عروق و بدبختی همه بازی رو قطع میکنن، در صورتی که در دنیای پزشکی عزیزان هر گردی گردون نیست، هر کلسترولی کلسترول بد نیست. این آدمی که داره اینطور میدوه ورزش میکنه این احتیاج به مواد ساخت و ساز داره و جگر عاقلانه کلسترول رو برده بالا، ولی این ماشین های مصالحند، داره میره ساختمون سوزی. اینا ماشین های آتش نشانی نیستن که برن آتیشا رو خاموش کنن. برای همین یه آدمی اینجا وایساده با LDL 200، دکترم جلوش وایساده میگه که باید یه کاری بکنیم، برای که امریکن هارت اسوسییشن امریکا این رو انداخته تو سر مردم. حرف درسته، کلسترول میتونه عامل مرگ و میر باشه، ولی کدومشون؟ این سوال اصلیه. ما آدم داریم کلسترولش 300، یعنی LDL 300، ولی سر و مر و گنده 80 سالشه، 90 سالشه. این چرا زنده موند؟ مگه ما نمیگیم این بده؟ ما مریض داریم کلسترول LDLش 120، 120 این دوست ما 200، ولی کلسترول 120 که همسر من 39 سالگیش سکته کرد. آخه 120 کدوم باید سکته میکردن؟ 200 یا 120؟ برای همین مهم اندازه هاست، مهم اینه که کیه. ما برگشتیم میگیم که LDL بده. کجا بده؟ مثل که بگیم همه آدما بدن. ما 200 تا LDL داریم، این دوست ما آقای امید 200 تا LDL داره. ما میگیم اینا بدن. تعداد آدم خوب و بد بودن مهمه. من 200 تا از این 200 تا 190 تاشون آدمای خیر و خوبن، دارن میرن کارهای خوب کنن. یا مثلا یکی 120 تا کلسترول LDLشه یا 100 تا کلسترول LDLشه، ولی 90 تاشون قاتل و دزدن. من که نمیتونم بگم اصلا LDL همشون بدن، نه. مثل همه چیز در این دنیا که خوب داریم و بد داریم، در اینم همینو داریم، خوب و بد داریم. جالبش اینه که به نظر من همه خوبیم. شرایط، روزگار، بدبختی، قصه، تربیت، موقعیت اونا رو بد کرده، قاتل کرده. LDL هم همینه. اونی که بد شده باید ببینیم در چه شرایطی بد شد، مشکل از کجا بود که این بد شد. ببینید شما باید برید، من به شما قول میدم با این دوندگیتون، با این سلامتتون، با این پروفایلتون، به این میگن متابولیک پروفایل، یعنی A1C، یعنی شما مقاومت به انسولین ندارید. HDL شما یعنی بله. من فقط 2 تا عدد دیگه هم الان آزمایشم رو بهتون بگم. یکی VLDL من 9 و انسولین ناشتای من 2.
بله آها. ببخشید. ببینید دقیقاً 2 چیز مهم رو دادید. اولا که زنده باشه به این دکتری که تو ایران داره این تستا رو میده. واقعا میگم. ببینید شما وقتی که میرید، اون عزیز اول نصرانجان که پرسیدن من دکتر برم چه تستی رو از دکترم بخوام، یکیش همین VLDL. VLDL اصلا نشنیدید؟ VLDL تو اون بحثا برید گوش کنید. ببینید انسولین ناشتاز باید زیر 5 باشه. حالا دیگه خیلی فرقه بدیم زیر 10 باشه. این عزیز 2. یعنی شما متابولیک، اول از همه که مهمترین کاری که میتونستید برای پیشگیری از زوال عقل بکنید کردید. انسولین رو آوردید پایین. انسولین رو آوردید پایین. شما HDL بالا، A1C عالی، ترایگلیسراید یعنی چربی خون 70. فقط یه چیز این وسط به نظر ما که اشتباس نظرمون داریم میبینیم بالاست و اونم 200 LDL 200. VLDL مهمه. VLDL یعنی حجم. ببینید VLDL اون قایقیه که 3 تا بارش یعنی 75% 80%ش چربیست، بقیهش کلستروله و این حامل بار بدیه، بار چربیه. برای که جگر وقتی که غذای قند و شکر خوردید، وقتی که این کورن سیراپ رو توی این چیزا خوردید، این جگر این قند رو میکنه چربی و این چربی باید از یک طریقی رد شه. یکی که از این طریق، یکی هم که غذای چرب اصلا میخوریم و این غذای چرب چربی بالاست. حالا VLDL یک ماشینیه که داره در واقع چربی رو میده. یعنی VLDL خون شما به من نشون میده چند مرد حلاجی، چقدر سالم بدنت، هرچی پایین تر بهتر. الان شما 9، بیشتر آدم ها بالای 45. VLDL اون کلسترولیه. ببینید چرا اسمشو گذاشتن VLDL؟ LDL که یعنی LDL دیگه. LDL یعنی low density lipoprotein. این هست VLDL very low. very low یعنی چی؟ یعنی بارش همش چربیه. چربی هم سبک. اسم این هست VLDL. اول از همه بزرگه، برای اینکه بار چربی زده باید بزرگ باشه. چربی وزنی نداره، بار بزرگ چربی زده. حالا این افتاده توی خون، باید بره این چربی ها که قند و آشغال و روغنای بد و غذای بده، بره به یه جای اینا رو بده، به یکی تحویل بده. و اغلب کجا تحویل میده؟ چربی های ما. آدمایی که چربیشون بالاست، مطمئن باشید VLDL تون بالاست. VLDL خیلی وقتها تحویلش نمیگیرن، برای که یه آدمی پشت این VLDL که مدام داره هله هوله میخوره، همش بار چربی تو خونشه. این VLDL تستیه که باید شما بدید، هرچی کمتر بهتر، هرچی بالاتر مشکل داردر. چرا؟ برای که این VLDL تو خونه، بار تحویل بده، نمیگیرن بارشو، حیرون و سرگردونه. شما کمید، شما 9، یعنی هر چی چربی داشتید رفتی تحویل دادید، برگشتید جگر. این برمیگرده وقتی که بارشو تحویل میده، چربیشو تحویل میده، میشه LDL. برای که چربی رو داد، حالا شد low density lipoprotein. حالا برمیگرده جگر باز بار بزنه. متوجهید؟ ولی وقتی VLDL زیاده تو خون، حیرون و سرگردون، مثل این قایقای رفیوجیا که هیچ کس نمیخوادشون. این قایقا رو آب شناورن، بعضیاشون غرق میشن دیگه. نه غرق شدنش میدونید چیه؟ اکسیژنه که در خون منه و با این ریاکت میکنه و اینو میکنه oxidized LDL. اینه که ما رو میکشه، نه اون LDL خوب فلافی شما، نه اون LDLی که خوب مساله است، ماشین آجره، ماشین سیمانه. این یکی ماشین آتیشه، برای که تو خون وله
اکسیژن هم میاد چیکار میکنه؟ اکسیژن کارش چیه؟ زنگ زدن، آتش زدن، اکسیدایز کردن. و حالا این یه چیزی میشه که حتی جگر هم دیگه نمیشناستش. مثلا یه آدم خوشتیپی از جگر رفته، حالا تو راه سوخته دست و پاشو زدن، حیرون و سرگردون برمیگرده به سمت جگر. جگر میگه من تو رو نمیشناسم، گیرنده مثلا به این نمیخوره، این تو خون وله. حالا میشه کلسترول بد. یک لحظه بفهمید چی به چیه. کلسترول بد شد، حالا یه جانیه. کار جنایتش چیه؟ میره تو دیواره رگ. کارش چیه؟ تصلب شرايين. کی میاد دنبالش؟ ارتش. ما که میدونیم این از ما دیگه نیست، کسی نمیخوادش. بعدم یکی از این ارتشیا کارش خوردن ایناست. بودو میره لای دیواره رگ که اینو بخوره، همشون پشتگیر میافتن و میشه تصلب شرايين. شما دوست عزیز هیچ نگران این کلسترول نباشید. برید کلسیوم سکورینگ قلبو بدید. یه تستیه کد، همه جام هست. میتونید دکترتون بره کلسیوم سکورینگ، یعنی گرفتگی تصلب شرايين در رگ‌های قلب رو میگیره. یه کتسکن انرژی و اکسری خیلی کمی داره و تصلب شرايين رو در دیواره رگ‌های شما نشون میده. تمام عزیزانی که در امریکا هستید میتونید برید این رادیولوژی ها، تمام جاهایی که عکس برداری میکنن، بگید من اومدم کلسیوم سکورینگ قلبمو چک کنم. کلسیوم سکورینگ. و خیلی ها میگن دکترت کی؟ اسم دکتر رو بده. همش هم باید نقد بدید. هیچ بیمه این پولو نمیده. تو شهر ما ایاره $75 میگرفت، کرده 125 تا. یک چند تا بیمارستان داریم $95 میگیره. شما برید 2 تا تست بدید در ایران و من مطمئنم این پزشکی که VLDL شما رو چک کرده و انسولین شما رو چک کرده میتونه سایز کلسترول شما، یعنی سایز LDL شما رو با چک کنه. بهش میگن complete LDL پروفایل، یعنی فقط برید دنبال LDL و سایز ها رو بدید. هر چی سایز بزرگتر، فلافیتر، مثل یه گربه پشمالو، بهتر. یعنی این هیچ جایی رای رگا تو دیواره رگ نمیره. هر چی سایز کوچیکتر بدتر. و شما ندارید اون سایز کوچیکو. من لایسنس پزشکیمو رو این میذارم. با این پروفایلی که شما دارید کلسترول شما خوبه. ولی برای اینکه آب پاکی رو دست شما و تمام عزیزانی که از LDL میترسن بریزیم، کلسیوم سکورینگ و سایز LDL، سایزینگ آف LDL کلسترول، این رو انجام بدید. خیلی متشکرم واقعا. ممنون. من از دور دست شما رو میبوسم و ممنونتونم. واقعا زنده میخوام باشید. سلامت باشید. و واقعا فقط یک چیزی بگم، این تجربه این چند سال خودم که من به طور متوسط هفته 3 روز روزی 20 روزه دارم، 20 ساعته دارم و میخوام بگم خانم دکتر بی‌نظیره. حتی من تا 50-60 ساعت هم رفتم، ولی واقعا بی‌نظیره. و یک موضوع دیگه اینه که من به افراد دیگه گوش میدم مشکلات جسمی دارن، از اینترنت استفاده کنن و اون موضوعی که مشکل جسمی دارن برن، افراد باید برن خودشون تحقیق کنن. یعنی وقتی میرن دکتر ببینن از اون دکتر علمشون بیشتر شده در همون مشکل جسمی که دارن. یکی از راهاش هم گوش دادن به برنامه‌های شماست که من واقعا من از 0 به 1000 رسیده واقعا و برای همه هم تعریف میکنم. همه اطرافیان من هر کی یه شیرینی میخواد بخوره ازش میگیرم جلوی من، کسی جرئت نمیکنه شیرینی و چیپس از این چیزا بخوره. و چقدرم امید جان، چقدرم واقعا اعتیاد آوره. خدا لعنت کنه این امریکا و این سیستم غذایی اینجا که بچه های ما رو به دام انداخته، به دام اعتیاد. یعنی اگر میخواید همش گرسنه باشید، همش دست و دلتون بلرزه، همش دنبال یه غذایی باشید، شیرینی بخورید، نون بخورید، پلو بخورید، مدام گرسنه اید، این چربی سوزی که شما توشید
اصلا واقعا بله بهشته، یک آرامشی این مغز میگیره، یک آرامشی. فقط درست یادتون باشه هر وقت هست. غذا میخورید تا میتونید بله بله مکمل خوب بخورید، جوس بخورید، یعنی میخوام به بله شما مقادیر بالا ویتامین برسه. اووکادو اگه آها بله میتونید در تهران بکارید، میدونم خیلی گرونه، تا میتونید ماهی، بله بله چربی های خوب بخورید که بدن با بله کمبود روبرو نشه. متوجهید؟ من احتیاج به زینک بله دارم. بله تا میتونید جگر بخورید. جگر تمام چشم ویتامین های ما، زینک ما، ویتامین های B6، اون عزیزی که میگفت مشکل مغزی دارن، جگر کامل ترین غذاست. همونطور که جگر انسان واقعا کامل ترین عضوه اگر خونی باشه از لحاظ مواد غذایی، برای که اونجا جگر منبع همه چیزه. مثلا وقتی شما بیماری آنفولانزا میگیرید، بلافاصله جگر آهن رو در خون ریختنش رو مسدود میکنه. آهن نباید در خون بره، برای اینکه ویروس ها احتیاج به آهن دارن برای زاد و ولد، و جگر مسئول این ویتامین ها و انباری هاست. اگر شما میتونید جگر گوساله گاوی و اینها همه ارگانیک باشن، برای که سموم هم اونجا انباشته میشه، اون ویتامین هایی که لازم دارید رو به بدن برسونید. چون مخصوصا روزه میگیرید، چربی بله و ویتامین و واقعا چیز دیگه ای ما لازم چشم نداریم، و آب. نه خیلی بله سپاسگزارتونم، خیلی ممنونم که متشکرم به دست من شما خبر میبوسم بدید که خیلی این متشکرم سایز LDL تون چی بود و این کلسیوم سکورینگ قلبتون چند، که عزیزان در آینده ببینن که از روزه ها نترسن. بفرمایید دوست عزیز خانم فرح. بله بفرمایید، خیلی کوتاه و مختصر. خدا قوت. جون دلم خانم دکتر، بفرمایید. من آزمایش خون دادم، قند خونم 99، قند 3 ماهم هم 6/4. به به. از اون موقع یعنی یه ماه پیش که دادم، بلندتر. میگم از یه ماه پیش که این آزمایش رو دادم، دیگه نون و سیب زمینی و دیگه برنج رو قطع کردم. الان دیگه وزنم اون موقع 53 بودم، الان فکر کنم 50 کیلو هم. بعد نیم ساعت پیاده روی هم دارم. بعد سعی میکنم میوه‌جات، مثلا میوه‌های شیرین نمیخورم، همون مثلا توت فرنگی یا مثلا خیلی کم. اصلا میوه شیرین رو قطع کردم، همه چی شیرینی رو قطع کردم. حالا به نظر شما من دیابتی هم؟ بله البته علامت 99. دیابت، گوش میدید، کجا هستید؟ من ببین خانم دکتر، من ایران بودم، الان یه چند ماه اومدم تگزاس هستم، اوکی هیستو. اوکی. شما برای دیدن اومدید یا برای زندگی؟ برای دیدم. آها اوکی، پس بچه‌ام اینجا ایرانید هست. دیگه، زادگاه. بله یعنی اینجا هم شما بیمه ای چیزی ندارید، باید برگردید ایران. اوکی. ببینید بعد دوست از آها بفرمایید. جان بفرمایید. آها دوست عزیزم، ببینید شما ایوانسیتون، از عزیزان خواهش میکنم دیگه اصلا برای من این قند ناشتاها تقریبا میشه گفت پشیزی ارزش نداره، برای بله اینکه الان قند ناشتا 92، ایوانسیتون 6.4، 6.4 یعنی 3 بله ماه اخیر بله قندتون بالای 130 بوده، 100 و خورده ای، و بله تمام وقت این قند بالاست. درست. شما ایوانسی، بذارید من جدولش رو براتون بیارم که حالا به هر صورت جدول طرف های زحمت نکشید خانم دکتر، شما آره همون صحبت میکنید من متوجه میشم. نه میخوام یعنی عزیزان همه متوجه شن که این ایوانسی شما، قند ناشتا مفت گرونه. قند بله ناشتای شما 92، ایوانسی شما 137 قندتون. 99 خانم دکتر، نه 99. آها 99، آره، ولی قند واقعی شما 137 درست. تمام وقت. و این قندی که شما تا این اندازه داشتید بالا، بله بدیش اینه که ببینید، بذارید من حالیتون کنم چی شده. این یه شبه شروع نشده. من نمیدونم کی اولین بار ایوانسی رو دادید شما. من چند ماه، فکر کنید چند سال پیش بوده دادم خانم دکتر، اوکی 2 سال پیش شاید داده بودم.
اوکی. همین شما به دیگه. هر صورت الان به دارو درمانی احتیاج دارید. الان ببینید زمانی اصلا چرا ما این برنامه ها رو داریم؟ چرا؟ برای که من عزیزان 20 سالم رو میخوام برم انسولین ناشتا رو چک کنم. انسولینشونو متوجهی؟ وقتی انسولین من بالای 10، یعنی من از همون روز باید همه کارهایی که شما دارید امروز میکنید رو شروع کنم. علت اصلیش هم یه چیزه، انسولین ناشتا، یعنی مقاومت به انسولین میدونید چی میاره؟ کبد چرب میاره. کبد چربم درجات داره، تا به درجات عالیش یعنی بدش برسه 20 سال 30 سال طول میکشه. زمانی حق این بازی در میاد که این اسب از استبلش که رفته بیرون، از تو اون شهرم رفته بیرون، اصلا رفته یه ایالت دیگه، اصلا رفته یه قاره دیگه. یعنی میخوام متوجه بشید الان تو هر سنی هستید با قند 137، با جگر چرب، با مشکلات مطمئناً چربی دور کمر و شکم. نه شما خانم دکتر چرب نیستم، ندارم. دیگه بدتر، برای که کسی که قندش 6/4، یعنی مطمئن باشید شما کبد چرب رو دارید ولی در آدم لاغر، بله و اون تازه بدتره. محال قند بالا باشه و کبد چرب نباشه، محاله. درست. یعنی اینکه مثل که بگم مثلا من حاملم ولی من بچه‌ای ندارم تو شکمم، یعنی من 6 ماهمه بچه. ولی حامل، ولی بچه‌ای در من نیست. مگه میشه؟ حاملگی و بچه با همه. درست. قند بالا و جگر چرب اینا با همه، برای که پدر صاحب جگره که. مکملن دیگه. بله، شما کارتون از مکمل گذشته. تو رو به خدا سر عطاری محل نرید، ازتون خواهش میکنم. نه اول از قربونتون همه برم. چربی خونتون رو ببینید چنده. چربی اوکی. من بالاست خانم دکتر. چربی مطمئنم. بدا بالاست ولی می... خوبه پایینه، اون یکی بده بالاه. ولی میدونم الان یادم نیست بهتون بگم، ولی مهم میدونم بالا. نیست، من میدونم اینو. عزیزان بهتون گفتم تست آدمی که دسترسی نداره به پزشکی که انسولین ناشتاشو چک کنه، ببینید HDL تون چقدر پایینه. HDL باید بالای 42 باشه. این دوست عزیز ما آقای امید HDLش 80 بود. تو ایرانی، مرد ایرانی HDL 80 اصلا غیر قابل باوره. چون میدونید که هندی ها و ما ایرانی ها مشکلات عروق تومون زیاده، 3 تا 4 برابر جوامع دیگه. شما گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید. دارم گوش. شما چربی بالاتون و HDL پایینتون، خود این دلیل دردسر شماست. دلیل اینه که متابولیکلی شما مریض بدنتون. اگر شما بدید تست تورم رو بدید که بهش میگن های سنسیتیو سی ریاکتیو پروتئین، به شما قول میدم بالای 4 و 5. یعنی در خون شما تورم و این تورم بده. غذا رو که باید درست کنید، این که دیگه 100%، یعنی اگه نکنید سکته خوابیده، سکته مغزی خوابیده، به همین سادگی. آیه یأس هم نمیخونیم. حالا اینا هم نخوابیده زوال عقل خوابیده، اینا هم نخوابیده مشکلات کلیوی خوابیده. شما بذارید خیلی ساده و مختصر بگم، شما کاملا مشکل قندی دارید از روزی که چربی خون بالا رو در خونتون دیدید، اون روز شروع شده بود. اون روزی که HDL پایین دیده بودید، اون روز انسولین شما رزिस्टنت بود، یعنی انسولین نمیتونست قند رو ببره. 20-30 سال طول میکشه تا خودش رو نشون بده توی قند ناشتا یا توی قند A1C، ولی آسیب ها رو مخصوصاً به جگر و مغز زده. حالا
یک خانم چند 55 ساله باید ببینیم چیکار کنیم. شما اول از همه ورزش سنگین، دوم از همه روزه. تنها چیزی که میتونه کمک کنه به این نایتمر، یعنی به این گرداب در بدن شما، برای که از همه مهمتر برای من الان تورمه. تورم باید بیاد پایین. هیچ چیز مثل روزه ها تورم رو پایین نمیاره. هیچ چیز مثل چی؟ آرامش جگر. چون جگر صبح تا شب داره سم میریزه بیرون، TNF آلفا میریزه، IL-6 میریزه، اینا تورمن و دفاع بدن میریزه که اینا رو جمع کنه. چی الان لازمه؟ جگر. اصلا ول کنید قندو، جگر باید سالم شه. جگر رو چجوری درست کنم؟ نخورید، همینه. جگر هیچی دیگه نمیخواد، والا به خدا. الکل نخورید، سیگار نکشید، 16 ساعت 20 ساعت هم نخورید. فقط استراحت کنه این بیچاره و چربی هاشو اونطور بریزه تو خون، توی چربی سوزی بیافتید تا جگر چربی هاشو خالی کنه. و همزمان به شما پیشنهاد میدم دارویی برای پایین آوردن سطح شکر فعلا مصرف کنید. چون اگر روزه بگیرید شما دیگه هیچ دارویی لازم نخواهید داشت. ولی در حال حاضر با قند 137 شما احتیاج به یه دارو دارید. داروها انواع و اقسام هستن. یکیش که متفورمینه، یکیش پایوگلیتازونه، اکتوز. پایوگلیتازون تمام ماهیچه های ما رو باز میکنه که شکر بره توش. هیچ کدوم از اینا با انسولین کاری نداره. یکیش امپاگلیفلازسین جاردینز که باعث میشه از طریق کلیه قند زیادی رو در ادرار بدید بیرون. شما غذا براتون مهمه ولی الان کافی نیست. خواهش میکنم بفهمید. اگر 20 سالگی، 22 سالگی، 24 سالگی انسولین رو میدادید یا یه نگاه به قند خونتون، به چربی خونتون رو HDL میکردید و اون موقع تغییرات غذایی رو میدادید، مخصوصاً روزه، الان دیگه اصلا اینجا نبودید ولی حالا اینجایید. حالا نمیتونید کارهایی که قرار بود 40 سال پیش 30 سال پیش انجام بدیم. حالا باید بیشتر بدیم و موقته. ابدی قرار نیست شما این داروها رو بخورید. فقط میخوایم به این بدن کمک کنیم. این قند 137 باید بیاد پایین. من خودم قندم 6، قند A1C، برای که ارث بد از 2 دارم. متوجهید؟ موقع هایی که روزه های سفت و سخت میگرفتم قندم 5.4 بود. موقعی که روزه های الان سفت و سخت گرفتم، برای که دیدید آدم میزاده دیگه، میگه حالا یه خورده قلش بدم ولش بدم، مثل همه. برای همین من اینقدر این آقای امید یک رول مدلن که ادامه دادن. بدونید ماها شروع میکنیم ادامه نمیدیم. روش زندگی باید بشه. من الان مجددا اینطوری شدم دیگه، شوخی ندارم دیگه، بس دیگه. چند بار باید به چش خودم یه چی رو ببینم. حالا دیگه رفتم یه عالمه لتس کاهو گرفتم. کاهو نون منه. تخم مرغ میخوریم، این میخوریم، گردو میخوریم، پنیر میخوریم، لای این کاهو میپیچم. نون من دیگه کاهوه. مثلا به نون نگاه نمی کنم دیگه، تموم شد. پلو هم دیگه، مثلا دیشب مهمون داشتیم یه پلو، دیگه پلو نه، تموم شد. سیب زمینی، ما اینجا میگیم سویت پوتیتو، سبزیجات، ماهی، آووکادو، تخم مرغ چقدر برای قلب خوبه، برای که انسولین بالا نمیره. ما جاده اشتباه بودیم در زندگی. الان این عزیز اینجا نوشته که من ترایگلیسرایدم، میبینید دایرکت مسیج دادن،
500. HDL هم 49، LDL 139، کلسترول 287. هر روز 16 ساعت روزه میگیرم اما ترایگلیسیراید بیرون نمیاد، پایین نمیاد و انسولین ناشتام 14. عزیزم تو باید 1 سال، شما باید 1 سال 2 سال، برای که قصت خیلی قصه مفصلیه. شما ترایگلیسیراید یعنی چربی 500 داشتید، یعنی معلوم نیست چی کار میکردید. من نمیدونم شما چی میخوردید، ولی فقط میدونم که با 1 سال و 2 سال این کار شما. ببینید من 50 ساله که اشتباه غذا خوردم، شیرینی خوردم، این خوردم، اون خوردم. حالا میام مثلا 3 ماه روزه میگیرم، میخوام این شهر درست شه، همه چی خوب شه. 6 ماه روزه میگیرم. آخه طول داره، طول داره تا جگرم این چربیاش بره. اولین چربی هایی که میره چربی های دور قلبه، توی جگره، توی دور کلیه است. چربی بعضی وقتا ما کالبد شکافی میکردیم، اصلا یه لایه‌ای مثل این دست دنبه چربی دور قلب بود، مثل یه لایه. خب این چربی طول داره تا آب بشه. بعد شما چربی شکم و اونایی که چربی شکمشون رفته پایین، یعنی چربی های دیگه شون آب شد و چربی آروم آروم هم باید آب شه تا بتونه بدن سمهایی که درش ذخیره شده رو رد کنه. مثل کسی که خطر از سرش گذشت. الان این آقای امیدخان خطر از سرش دیگه گذشت، متوجهید؟ الان 3 ساله داره این کارو میکنه، تو چربی سوزی افتاده، پروفایلش اینو نشون میده، بدن سالم شده. یکی از پروفایل های مهمی که باید بدید اسمش از High Sensitive C-Reactive Protein. High Sensitive C-Reactive Protein باید زیر 1 باشه. زیر 1 باشه یعنی امن و امونید از بیماری های زوال عقل، امن و امونید از سکته و سکته های قلبی، برای که تورمی در کار نیست. تورم مادر تمام بیماری های ماست. تورم یکی از بعضی وقتا فقط من بیچاره نیستم، جگرمون متورمه. جگر آسیب دیده بدون برگشت و حالا من باید سر کنم با این مشکلاتم. برای همین دوست دارم زود شروع کنیم. سن برای من مهمه، هرچه زودتر شروع کنیم به نفعمونه. و من چند تا بحث دارم. یکی از بحث هایی که من دارم این پپتاید هاست، مثل اوزمپیک، مثل مانجارو. اینا اومدن، به نظر من اینها معجزه های پزشکی هن و من یه بحثم باید اونو بیارم براتون که خودتون تو خونه دوسشو بیارید پایین. مثلا اگه مداد مانجارو رو میگیرید، من به شما نشون بدم 2.5 میلی گرمش رو بگیرید و چطور خودتون کمترشو بخورید که سلامت. مثلا این دوست ما، این آقای امید، حتما دلم میخواد که برای پیشگیری از زوال عقلشون اینو بخورن، یعنی پپتاید ها. من به خدا اینقدر من برای شما صحبت دارم و بحث و گفتگو دارم که یکی از چیزهایی که این داروهای اوزمپیک که بعد وگووی و مانجارو اومدن، اینها پپتاید هایی هستن، موادی هستن که بدن ما خودشون ترشح میکنن و باعث سیری میشن و باعث خیلی آرامش و باعث پایین آوردن تورم میشن. و تحقیقات اولش که برای قند اومد، ولی بعد دیدن که چقدر برای بیماری چاقی خوبه، برای که پایین میاره گرسنگی رو. و بعد حالا دارن میبینن برای اولین بار یک دارو داره نشون میده مورتالیتی، یعنی مرگ و میر در تمام ارگان ها پایین اومده. مرگ و میر قلبی اومده پایین. ما تا حالا دوا اینطوری نداشتیم. مرگ و میر قلبی اومد پایین، مرگ و میر کلیوی اومده پایین، زوال عقل اومده پایین.
مشکلات پوستی اومده پایین، مشکلات آتو ایمیون اومده پایین. میدونید چرا؟ یک چیز مقاومت به انسولین رو میاره پایین. یه دارو اومد که جلوگیری میکنه از خوردن و مقاومت به انسولین میاد پایین. چیزی که واقعا سالیان سال من میگم و همه میگن، دشمن ما، دشمن یعنی مادر بیماری ماها که از جهاز هاضمه شروع میشه، چون غذاست دیگه، غذایی که این بازی ها رو در خون شروع میکنه. شکر و انسولین ماست. انسولین. خوش به حال کسی که انسولینش 2، انسولینش 3. این عزیز هیچ وقت سرطان نمیگیره. به همین قاطعیت میگم. برای که اونی که داره به سرطان آب میده، بزرگش میکنه، انسولینه. اونی که داره غدد خونی به اون سلول بد میده، انسولینه. برای همین این روزه ها، تمام روزه همون کاریه که این دارو داره میکنه. ولی نیست من حریف خودم نمیشم، جلو دهنمو نمیتونم بگیرم. حالا یه دارو درست کردیم که اون جلو دهن شما رو میگیره. وقتی میزنید زیاد بخورید بالا میارید. خیلی خیلی واقعا وحشیانه است. ولی چیکار کنیم وقتی که ما حریف دهن خودمون نمیشیم؟ یه دارو درست کردیم که اون حریف بشه، ولی حالمون رو بد میکنه، یبوست ایجاد میکنه، تهوع ایجاد میکنه، برای که همه چی رو نگه داشته. ولی خوش به حال کسی که راه درست رو خودش بره، روزه هاشو خودش بگیره، جلو دهنش خودش بگیره، که تمام این اتفاقات خوب میفته. این دوست ما که 842 دلم میخواد که باز کنید. جون دلم. ببخشید خانم دکتر، من قند ناشتام قند و ایوانسین 5 و 4 5 و 2 متغیره با توجه به چیزایی که میخورم. انسولین ناشتام 1 بار در عمرمون بدیم کافیه. 4.5 بوده انسولین ناشتای من. خوبه. بعد دکتر قلب LDL 115 داشتم، گفته برای جلوگیری از رگ‌های مشکلات رگ‌های قلب این داپاگلیفلوزین رو بخور که 5، البته 10شه که برای قنده، ولی 5 رو دادن. من البته الان تو این صحبت‌های اخیرتون شما اشاره کردید به این قضیه و فرمودید که این مؤثر و مفیده. این رو من بخورم، این قرص داپاگلیفلوزین رو. HDL هم 52، LDL 115 دارم، کلسترول 187، ولی قراره که VLDL و PLA رو بدم. LPA اوکی. LPA رو بدم. بله. چند سالتونه؟ 59 سال. 59 سال. در ایران؟ بله در ایران. شما دقیق ببینید، من فکر نمی کنم این جاردینز دامپاگلیفلوزین داروی خیلی خوبیه، ولی برای کسی که لازم داشته باشه. چون که این کارش اینه که قند زیادی رو از طریق ادرار میده بیرون، و چون قند رو میده بیرون، قند و شکر و آب و اینا همه دیدید، شکر آب رو میگیره به خودش. خیلی از مریضای قلب خوبه، مخصوصا اونایی که کانجستیو هارت فیلیر دارن، تو بدن آب جمع میشه، خیلی براشون خوبه. ولی شما نه، داروش خیلی خوبه، ولی شما که قندتون 5، اصلا انسولین ناشتا 4.5، شما که مشکل قند ندارید. آخه من چرا من CHF دارم، یعنی تشخیص نارسایی قلبی داده. البته نمیدونه، یعنی علت رو نمیدونه، میگه شاید ویروس باشه، شاید این. من چیزی که رفتم مراجعه کردم، پالپیتیشن داشتم و با داروهایی که حالا افرینزون رو برام قطع کرده و الان این رو دارم. یعنی تنها دارویی که بهم داده همین داپاگلیفلوزین هست که میخورم. بله. پالپیتیشنتون اونجا صدا رفت، چی شد؟ پالپیتیشن چی بود؟ خانم دکتر، پالپیتیشن داشتم. علت مراجعم به دکتر قلب پالپیتیشن بود. بعد EF قلب و یه دفعه دکتر به من گفت 40، یه دفعه گفت 50، یه دفعه گفت 55. تو این سطح شاید این داپاگلیفلوزین رو به خاطر EF داره میده، نمیدونم. ببینید شما EF 55 نرماله، ولی EF میتونه با 40 شروع شه، سر یه سرماخوردگی، سر یه ویروس که خیلی هم معموله، کاردیومایوپاتی. شما انجیو قلب رو کردید؟
من سیتی آنژیو کردم و سیتی آنژیو نکردم، سیتی آنژیو منفی بود، چیز خاصی نبود. ولی اوکی. خب این دکتر خیلی محافظه کارانه داره میره جلو. حتی به من داروی رپاتا که من اون موقع دسترسی بهتون نداشتم، اولین بار بود میشنیدم، وحشت کردم وقتی به من گفت تو رپاتا باید استفاده بکنی. و بعد حالا مشورت هایی که کردم اینا فعلا منصرف شدم. البته که به من گفته روزواستاتین رو بخور، ولی من وقتی غذای چرب میخورم فقط روزواستاتینمو میخورم. اونم به خاطر اینکه ماهیچه ها میگرفت، مشکلات بله ماهیچه بله. پیدا کرده بودم ببینید و دکتر، اونقدی چربی آره، ندارم. بله جونم بله، جونم. بذارید من میون صحبتتون، ببینید من اول باید بفهمم مشکل این قلب از کجاست. برای همین من پیشنهاد انجیو قلب رو میدم. یه دکتر خوب انجیو که بره توی رگ قلب ببینه گرفتگی داره یا نداره. اگر ما بله دو نوع مشکل قلبی داریم، یکی آیسکمیک یعنی گرفتگی رگ خون رسانیش خوب نبوده، یکی نان آیسکمیک کاردیومایوپاتی که ماهیچه قلب به هر علتی مثل ماهیچه پامون میگیره، درسته؟ دقیقا خانم دکتر تشخیص ماهیچه رو داده، دقیقاً. ماهیچه قلب بله، مشکل داره. کاردیومایوپاتی یه مشکل ماهیچه‌ایه. قلب بله یک ماهیچه است. ببینید اینجا چطور دیدید بله شما فلو میگیرید، آنفولانزا میگیرید، ماهیچه های بدنتون درد میگیره؟ نه، پا درد بله مورمور میشه، تنتون درد میکنه. قلبم این وسط یه ماهیچه است. اینم این وسط درست مثل همه ماهیچه ها در آتش این ویروس یه خورده سوخته. همونطور که درست. ماهیچه پامون خوب میشه، ماهیچه دستمون خوب میشه، خستگیاش میره، قلبم همونطور خوب میشه. ولی فقط فرقش اینه که قلب نیست مسئول پمپاژ خونه، یه خورده نارسایی پیدا میکنه، تو بدن آب جمع میشه. ولی اگر خطر از سر من گذشت، یعنی قلب من برگشت به 55، اوکیه. ولی ببینید ضرری از این قرص نمی کنید. این قرصی است که ما برای بیماریهای کلیوی میدیم. حتما کلیتون رو چک کنید. کلیه هم فقط چون دکتر به نظر میاد دکتر خوبی باشه، بهش میگن بله چیز مایکرو البومینیوریا. مایکرو یعنی تستای معمولی به هیچ عنوان نشون نمیده، این مایکروه بله. که ببینه پروتئین داره نشت میکنه یا نه. اگر در پروتئین ادرار داره، خانم دکتر. بله بله، تست ادراره که دکتر بله بله خوب قلب همیشه یه تست بله ادرار میگیره که مایکرو درسته. البومین رو چک کنه و ببینه که این رگ کلیه من چقدر سوراخ‌های ریز توشه که داره بله پروتئین نشت میکنه ازش. چون نباید یک سر سوزن پروتئین از توی کلیه من بره بیرون. کلیه با دیوارش چنان محافظ باشه، دیوارهای رگیش، که اجازه نشت رفتن البومین رو نده. وقتی من این مایکرو البومین رو میبینم، اون وقت باید توجه کنم به چی؟ به عروقم. شما سه تا یعنی تست اگه مریض من بودید میدادید. یکی مایکرو البومین یوریا که تست عروقه، متوجهید؟ ولی من دستم که به بله رگ سرخرگ که تو بدن نمیرسه، من دستم به کلیه میرسه، چون هر ایرادی تو دیواره رگه تو ادرار میبینم، درسته؟ دیدید بعض بله وقتا. خب این دوم. اول دومیش های سنسیتیو سی ریاکتیو پروتئین. من میخوام ببینم تورم در دیواره خون در رگ‌های شما چقدره. این های بله سنسیتیو سی ریاکتیو پروتئین اگر خوب باشه، یعنی زیر 1 باشه، یعنی آرامش، یعنی امن و امان، یعنی بله جنگی توی این مملکت نیست. هیچ بله جای من حادثه ندارم، آتش سوزی ندارم، دعوا ندارم، همه با همه خوبن. ولی و اگر بالا باشه یعنی حالا پیدا کن پرتقال فروش رو. یعنی من باید برم ببینم دعوا کجاست، از کجا دعوا شروع شده، اصلا کی داره با کی دعوا میکنه، این بله دعواها از چی شروع شده، کی شروع کرده، متوجهید؟ بله برای همین اگه زیر بله 1 باشه راحتید. خیلی وقتا دعوا جگره که داره این آدمای چاقوکش رو توی جگر توی خون میریزه. این TNF آلفا و IL-6 و اینا جگر چربه. شاید من الکل بله میخورم، شاید من یک سمی میخورم، شاید من یک مشکلی بله دارم در جگرم، جگر باید چک بشه. 3 تا ارگان با هم بله. دیگه سومین رو یا نگفتید خانم دکتر، سومین آزمایش رو نفرمودید.
انجیو قلب. چون شما آها. کورنری انجیو کرد، یعنی از کشاله ران یا از دستتون نرفتن توی رگ قلب که نه سیتی آنژیو دادم. سیتی آنژیو. سیتی آنجیو خیلی خوبه، ولی به خوبی اون انجیو نیست. ولی یک چیز رو من میتونم به شما بگم، هر چی بوده قلب شما الان رو 55. ببینید شما برگشتید میگید EF یعنی قدرت پمپاژ یه قلب، میگید EF بله. هم 40 بوده بعد شده 55 مشخص نیست. خیلی ساده است. EF اول پایین بوده، یعنی ماهیچه گرفته بوده. ماهیچه مثل ماهیچه فلو آنفولانزا که دردش گرفته، ماهیچهش ضعیف شده بوده، درد داشته. بعد حالا شده 50 بهتر شده، 55 بهبود. قلبی که EF یعنی قدرت پمپاژش 55 خوبه. 55 تا 60 باید باشه. یه تست دیگه هم هست، اینم بزنید، BNP. اینم تستیه که اگه در خون بالای 100 باشه میتونه نشون بده که قلب مشکل نارسایی داره. اگه زیر 100 باشه اونم چی میگن؟ اوکیه. متوجه هستید؟ یعنی با 4-5 تا تست هممون اگه مثلا میخوام، من مریض اومده میبینم پاشوارم کرده، میفرستمش اکو که به من EF رو بده، ولی BNP هم چک میکنم، پروتئین تو ادرارش هم چک میکنم، یه سر و دستم یعنی بفهمم کی به کیه، یه تورمش رو چک میکنم و اغلب اینا همه با همه. ولی من فکر میکنم مشکل شما از کلسترول نیست، یعنی آیسکیمیک کاردیومایوپاتی نداشتید. مشکل قلبتون از تصلب شرایط نیست، مشکل قلب از خود ماهیچه است که این خیلی خوبه، همیشه خوب میشه. ماهیچه قلب خوب میشه مثل ماهیچه بدن که یه آنفولانزا، یه ویروسی، یه کوویدی، یه چیزی گرفتیم، همه ماهیچه ها زیر فشار رفتن، ماهیچه قلب هم این وسط رفت. ولی این امپاگلیفلازسین و جاردینز خیلی داروی خوبیه، خیلی برای پیشگیری از بیماری‌های کلیوی میدن، خیلی برای نارسایی‌های قلبی میدن، چون کوچکترین آبی در بدن بالا بره یا قندی در بدن بالا بره از طریق کلیه دفع میکنه. عزیزان میخواستم یه چیز بگم، خیلی دوستتون دارم، میدونم صحبتم زیاد داریم، اجازه بدید هفته آینده رم بذاریم برای سوال و جواب و این چند تا تستی که من خدمتون عرض کردم، مثل انجیو کورنری، نه کلسیوم سکورینگ، های سنسیتیو سی ریاکتیو پروتئین، کلسترول، چه تستی از دکتر بخواید من اینو بذارم توی یه صفحه و نشون بدم که 1 2 3 4 5 که ازش عکس بگیرید که وقتی میرید دکترتون و من آدرس اونجا رو هم بدم، آدرس این که مثلا تو امریکا یا کانادا مثلا اینو باید اینجوریه این تست، میدونید که دیگه قشنگ برید پلو دکتر و دکتر بعضی وقتا حتی اگه ندونم میفهمه که مثلا این تست رو کوست میده. کوست در امریکا فقط کوسته که این تست پروفایل کامل کلسترول رو میده. عزیزان دلم، هفته آینده در خدمتتونم، ادامه میدیم به صحبتاتون، نصرن جان، طیب جان و عزیزان دیگه. این خانوم که اسمشون از 842 خیلی دوست دارن که از آقای امید، آقای امید جواب دادن، I will call you tomorrow. آقای امید شما الان قراره بشید که برای خودتون یه دکتری، برای که راهی رو رفتید که اگر این مسیر رو شما دنبال کنید عزیزان و این پروفایل ایشون رو پیدا کنید، من به شما قول میدم زندگی خیلی خوب و سالمی خواهید داشت. جایی بهتر از چربی سوزی نیست در بدن ما، یک جای خیلی 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 خوبیه، یه جایی که اصلا گرسنگی وجود نداره و فقط سرحالیه. شما باید خودتون رو مجبور کنید که بخورید و ویتامین خوب بخورید که بدنتون کم نشه، یعنی املاحش و ویتامین هاش، مخصوصا اگه جگر بخورید، یکی از بهترین روش درمانه برای دادن ویتامین ها و چیزایی که لازم دارید. و ما اینقدر چربی داریم قصه نخورید. ما یه نیم کیلو، یعنی
1 پوند چربی، 1 پوند که میشه چقدر؟ نصف کیلو. هر 2 پوندی 1 کیلوه. 1 پوند چقدر گفتم؟ هاف پوند 24 ساعت ما رو غذا میده، انرژیمون رو میده. ما چقدر چربی داریم در بدنمون خدا میدونه. یعنی تا 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه، 9 ماهمون ما میتونیم اگه آب داشته باشیم با چربی هامون زندگی کنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. خدا نگهدار.